خیلی که میدانید بانک ها همیشه برای گرفتن فایده یا گفتیم برای قوی کردن اقتصادی خود مردم را به کار می اندازند و تقریبا یگان بانک را نمی بینید که آنها به فایده مردم باشند، یعنی مخصوص برای فایده رسانیدن برای مردم گشاده شده باشند. این گونه بانک رو پیدا کرده نمی شود، نه در روسیه، نه در تاجیکستان، نه در جایهای دیگر. یگان یعنی غمخوار من و شما اصلا یگان بانک نیست. آره بعضی معامله های ما رو آسان میکنن، مانند فرستادن مبلغ به جای یا خرید در داخل خانه و از اینکه به ما کار ما رو آسان میکنن، البته خود آنها هم فایده میگیرن. اما مسئله کردیت است. کردیت که خواهد پول نقدی میگیرید از بانک، خواهد برای خریدن چیز از بانک کمک میپرسید و بانک یا به شما نقد به دستتان پول میدهد که حتما و البته اون با فایز است و شما دیر کردید، از همان لحظه دیگر شروع می شود فایز بستن اون. یا یگان چیزی خریدید، بانک پولی چیزی خریده شما رو به همون تاجر یا فروشنده می دهد و از شما آن پول رو زیاد کرده کم کم میگیرن مدت چند ماه، بعضی ها چند سال اگر ماشین باشد. یعنی این 100% همون فایزخوری بانک می باشد که به شما یا قرض نقدی می دهد که با فایز برمیگرداند و مهلت دارد، یا اینکه برای خرید چیزی به شما کمک میکند، چه تلفن باشد، چه ماشین باشد، چه حتی سر و لباس باشد، هر چی هم باشد که بانک به جای شما پول آن کالا رو میدهد و از شما بعداً زیاد کنان میگیرد که این فایزی 100% است. ایپوتک دیگر مصیبتی هست بالای مهاجران که این رو گمان میکنیم که ایپوتک یک غمخوری دولت است برای ما، اما دیده استادید که ایپوتک دست و پای یک مهاجر را، یک عائله را با زنجیر قرض پیچانیدن و او را 20 سال و 30 سال دیگر وابسته خود کردنش است. عیناً مثل کردیت است، فقط برای خرید خانه و باغ استفاده می شود که آن را هم به صاحب خانه یا صاحب باغ و زمین پولی همان خانه را دولت نه بانک می دهد، یا نصفش را دولت نصفش را بانک می دهد و از شما مدت 20 سال و 30 سال آن را کم کم زیاد کرده می گیرد و شما تا این مدت آن خانه که با ایپوتک خریدید فروخته هم نمی توانید و آن یعنی 100% از آن خودتان نمی شود و همیشه مشغول آن هستید که هر ماه که آمد باید پول آن را بدهید. و به نزدیکی اگرچه طنز بود از یکی از روستبان شنیده بودم که میگوید اونهایی که ایپوتک رو اختراع کردن اصلا خودشان اون رو نمیگیرن، یعنی اونهایی که ایپوتک رو اختراع کردن که گویا غمخوری به انسانهای بیخانه هست، خودشان اصلا به این باطلاق غوطه نمیزنن و یگان تاجر موفق رو هم شما یافته نمیتوانید که بگوید به حضور ایپوتک گیرید برای شما فایده دارد. ایپوتک دست و پای ما رو زنجیربند میکند که تو 20 سال و 30 سال از پای دیگر دادن یک خانچه یا یک جایی هستی که بانک برای خریدنش به تو قرض داد. این ایپوتک است.